درود وقت بخیر بیننده این مجموعه خبری با من مریم تیموری از یک هستید. مشروع خبرها. روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان بار دیگر با اظهارات تازه سخنگوی ارتش پاکستان به بنبست رسید. جنرال احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده است که کشورش حمله در داخل افغانستان انجام نداده و گزارش های منتشر شده را برداشت و نادرست خواند. او همچنین احتمال داد که حادثه اخیر ریشه در تنش‌های داخلی افغانستان داشته، اما افزود که در صورت انجام هر گونه عملیات از سوی پاکستان این موضوع به صورت آشکار اعلام خواهد شد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به حملات هوایی اخیر پاکستان تاکید کرده است که تمامی طرف‌های درگیر موظف هستند قوانین بین المللی و اصول بشردوستانه را رعایت کنند تا از صدمه دیدن غیر نظامیان جلوگیری شود. یونما با اشاره به اهمیت محافظت از کودکان و زنان در مناطق درگیری خواستار تلاش جدی برای کاهش تلفات انسانی و حفظ امنیت شهروندان شده است. این سازمان همچنین اعلام کرده است که هر گونه عملیات نظامی باید شفاف، مطابق با استانداردهای بین المللی و با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی انجام شود تا از هر گونه نقض حقوق بشر جلوگیری شود. یک نهاد حامی خبرنگاران در تبعید اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغان در اسلام آباد به شکل خشونت آمیز بازداشت شدند و در معرض اخراج اجباری به افغانستان قرار دارند. این نهاد با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت خبرنگاران و دیگر شهروندان افغانستان در پاکستان از دولت این کشور خواسته است که خبرنگاران افغان را به عنوان ابزار فشار سیاسی بر دولت افغانستان به کار نگیرد. بر اساس بیانیه این نهاد، بازداشت شدگان نه تنها از آزادی محروم شدند، بلکه هنگام بازداشت تحت خشونت فیزیکی و روانی نیز قرار گرفتند. مسئولان شرکت برشنا در یک نشست خبری در کابل وضعیت کنونی شبکه برق کشور، چالش‌ها، پیشرفت‌ها و برنامه‌های آینده این شرکت را با رسانه‌ها شریک کردند. به گفته مسئولان، نیاز برق افغانستان به بیش از 1000 مگاوات رسیده است، در حالی که ظرفیت فعلی شرکت برشنا 829 مگاوات اعلام شده است. کمبودی که سبب افزایش پرچوی‌های برق در بخش‌های گوناگون کشور شده است. سعدالدین حکیمی با جزئیات بیشتر. مسئولان شرکت برقرسانی برشنا در یک نشست خبری در کابل وضعیت کنونی شبکه برق کشور، چالش‌ها، پیشرفت‌ها و برنامه‌های آینده این شرکت را با رسانه‌ها شریک کردند. عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، بزرگترین چالش کنونی را عدم نصب کامل سیستم مورد نیاز با وجود پایه‌گذاری آن در حکومت پیشین عنوان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان د برښنا شرکت یا د برښنا شبکه او انتقالي لینونه، توزیعي شبکه، ترانسفارمرونه، سبسټیشنونه دا له پیل څخه به تر دې دمه پورې په داسې یو حالت، په داسې یو شکل نه جوړ شوي او نه ډیزاین شوي چې هغه د خلکو د مشکلاتو لپاره سل سلنه بسنه وکړي. که له یوې خوا څخه په داخل د هیواد کې تولید په نشت حساب ده، له بل لوري په وارداتي لاینونو کې هم ځینې محدودیتونه شتون لري. او افزود که با وجود این مشکلات شرکت برشنا توانسته است 50 به علاوه 2% سرمایه گذاری در بخش تولید و بیش از 47 میلیارد افغانی برای بهبود روند برقرسانی انجام دهند. په تیر یو کال کې تقریبا د 50.3 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې صرف د برښنا د تولید په برخه کې پانګونه کړې، چې دا پانګونه تنها برښنا شرکت نه ده کړې، په دې کې به برښنا شرکت په بعضې ساحو کې شریک وي، بعضې ساحو کې به مستقیما خپله کړې وي او ځینې به نور پانګوال وي. داخلي او خارجي پانګوالو په دې کې برخه اخیستې. د 40 میلیاردو افغانیو په ارزښت باندې د برښنا د انتقال لپاره لینونه، د نویو سبسټیشنونو ایجاد، چې سبسټیشنونه په ډېر لوړه بیه جوړیږي، تاسو ته خپله معلومات کیږي. به گفته آقای عمر، برشنا در ماه‌های اخیر پروژه‌های مختلف انرژی خورشیدی را در چندین ولایت از جمله بلخ، لوگر و شمار دیگر از ولایات کشور تطبیق کرده است. پروژه‌هایی که هدف آن کاهش وابستگی به برق وارداتی و تقویت تولید داخلی انرژی می باشد. همدارنګه په شیخ مصری ننګرهار کې 40 میگاواټه لمریزه برېښنا چې چارې روانې دي او یو کال نور به هم وخت ونیسي. همدارنګه په بلخ کې مزار شریف کې
دهدادي ولسوالۍ کې 40 میگاواټه لمریزه برېښنا چې چارې روانې دي او یو کال به وخت ونیسي نور هم انشاءالله هغه به هم افتتاح سي. همدارنګه د لوګر محمد اغې ولسوالۍ صنعتي پارک ته څیرمه 40 میگاواټه لمریزه برېښنا چې د دې چارې هم روانې دي، افتتاح عملا سوې ده او یو کال به هم وخت ونیسي. دلته نه تنها په محمد اغې ولسوالۍ کې لمریزه برېښنا ده بلکې ترڅنګ یو سب سټیشن هم ده چې په دې باندې تقریبا 8 میلیون ډالر مصرف راځي. مسئولان همچنین عوامل افزایش پرچاوی‌های برق را افزایش مصرف کنندگان با بازگشت مهاجران، استفاده برویه مردم از وسایل برقی به ویژه در فصل سرما، تغییرات اقلیمی و فشار بیش از حد بر شبکه عنوان کردند. آنان از شهروندان خواستند که در مصرف برق دقت و صرفه‌جویی کنند تا روند توزیع برق در کشور به صورت متوازن ادامه یابد. با گزارش خبرگزاری باختر روز گذشته 879 خانواده مهاجر افغان به کشور بازگشتند. دو مسیرهای مختلف مرزی برای ورود آنان مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر از این تعداد 23 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 33 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 588 خانواده از طریق اسمین بولدک قندهار و 235 خانواده از طریق تورخم ننگرهار وارد افغانستان شدند. این در حال است که در 2 روز پیش نیز نزدیک به 2000 خانواده مهاجر به کشور بازگشته بودند. وزارت صنعت و تجارت از سفر نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت کشور به ترکیه خبر داده است. این وزارت هدف از سفر آقای عزیزی را اشتراک در نشست سازمان اقتصادی ایکو عنوان کرده و افزوده است که در حاشیه این نشست وزیر صنعت و تجارت در نمایشگاه حلال استانبول نیز شرکت می کند. نشست اقتصادی ایکو قرار است به تاریخ 24 تا 26 نوامبر در ترکیه برگزار شود. سلیمان اکبری با جزئیات بیشتر. نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو قرار است از 24 تا 26 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. پس از سفر نورالدین عزیزی به هند و دیدار با مقام‌های این کشور و بازدید از نمایشگاه پراکتی میدان، وزارت صنعت و تجارت از سفر آقای عزیزی به ترکیه خبر داده است. این وزارت هدف از سفر آقای عزیزی را اشتراک در نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو و شرکت در افتتاح نمایشگاه حلال استانبول در آن کشور عنوان کرده است. در جریان این سفر وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان علاوه بر شرکت در نشست وزیران ایکو در مراسم افتتاح نمایشگاه حلال 2025 نیز حضور خواهد داشت. همچنین آقای عزیزی با اعضای سکتور خصوصی جمهوری ترکیه ملاقات کرده و در زمینه جلب سرمایه‌گذاری‌ها برای افغانستان گفتگو خواهد نمود. با گفته این وزارت، آقای عزیزی در حاشیه سفرش با شماری از بازرگانان کشور مقیم ترکیه نیز دیدار خواهد کرد. افغانستان میتونه از این فرصت استثنایی استفاده عددی خود بکنه، صادرات افغانستان افزایش بده، همکاری‌های تجارتی بیشتر شود و همچنین در قسمت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های تکنیکی از کشورهای عضو میتونه که بهره ببره. اشتراک در نشست ایکو از چند حیث و جهت میتونه به اقتصاد افغانستان مفید و مثمر بوده باشه. از جمله به خاطر گسترش تجارت و ترانزیت میتونه ارزشمند تعریف شود و به خاطر جذب سرمایه‌گذاری ها هم میتونه ارزشمند تلقی شده باشه و همچنان ما میتونیم سهیم بوده باشیم در امر پویایی و بالندگی اقتصاد منطقه و یک گام ارزشمند هم میتونه تلقی شود به خاطر به رسمیت شناسی نظام حاکم. این در حال است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با سفیر ترکیه در کابل دیدار کرده و روی تقویت روابط دو جانبه میان کابل و انقره تاکید کرده است. پس از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد و کاهش میزان داد و ستد تجاری میان دو کشور، امارت اسلامی پیوسته تلاش کرده راه‌های بدیل برای تجارت با این کشور را دریابد. پیش از این وزارت صنعت و تجارت از افزایش حجم تجارت با کشورهای آسیای میانه، ایران و هند نیز خبر داده بود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان امروز چهارشنبه در دومین دیدار خود از مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا به مسافت تیم سوریه خواهد رفت. این مسابقه ساعت 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود و فرصت برای بازیکنان افغانستان هست تا پس از شکست 3-1 مقابل میزبان نخستین امتیازات خود را کسب کنند. تیم ملی زیر 17 سال افغانستان در گروه جی با تیم‌های میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم گروه هستند و رقابت شدید برای صعود به مرحله بعدی جریان دارد.
سپاس امتنان از اینکه بیننده این مجموعه خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.